یه هویج پلوی خوشمزه و متفاوته. بریم با هم درستش کنیم. اول باید هویجامون رو رشته‌ای برش بزنیم. میتونید از هر رنده‌ای که دارید استفاده کنید. بعد با یکم کره، شکر، آب لیمو، زعفرون و نمک زمان میدیم تا حسابی سرخ بشن. پیاز و سینه مرغتون هم اینطوری برش بزنید. برنجتون هم حتما آبکش بکنید. بعد از اینکه هویجا سرخ شدن از داخل مایتابه خارج میکنیم. توی همون تابه پیازامون رو سرخ میکنیم. بعد به ترتیب سینه مرغ، ادویجاتی که توی کپشن براتون نوشتم، زعفرون حسابی، زرشک و در آخر هویج سرخ شده. یه چند دقیقه هم زمان میدیم تا مزه با هم ترکیب بشن. بعد به ترتیب برنج آبکش شده و مواد هویجی هم میریزیم. در آخر روی برنجم آب و زعفرون میدیم و تمام. این پلو خیلی خوشمزه است. حتما درست کنید و کنار عزیزانتون نوش جونتون بکنید. اگه این آموزشمون هم دوست داشتی 3 تا دونه قلب قرمز یا